سلام بچه، خیلی خوش اومده این ویدیو ما. توی این ویدیو قراره اون کورن فلکس کیت کته که خریده بودیم توی ویدیو قبلی یا شاید هم دوتا قبلی قراره اونو هم دیگه تست کنیم که از این جویاست. قیمتش 800,000 تومان 850,000 تومان بود از برند نستل. نمیدونم درستم تلفظ میکنم ولی فکر کنم همین باشه. بعد همین دیگه، جعبش هم خیلی خوشگله، یعنی یه جوری بود که دیگه به این شکلیه. خیلی دونه هاش ریزن، خیلی بزرگتره توی چیزش انگار، ولی مهم نیست. کاسه رو میاریم بهش شیر اضافه میکنیم. البته اول باید از اون بچه اول یه دونه خالی میخوریم که تمام خالیش هم ببینی. خیلی خوشمزه، تقریبا مزه همون کورن فلکس ایرانی های چیتوز رو میده ولی یکم خوشمزه تره. و اگر حمایت کنید اینو طعم اورئو هم داره. اورئوش هم میخریم و هم دیگه تست میکنیم. لایک هم یادتون نره که 800,000 تومان پولش. خیلی نمیخوام و بریم سراغ شیرش. ایستید. خب بچه ها این شکلی شد. توی جعبهش خیلی سایزش بزرگه ولی خودش اگه ببینید خیلی کوچیکه. بازم من احساس که مثلا پشت گوشی بازم بزرگ دیده میشه. بریم تستش کنیم. خب یکم خیسشون میکنیم. خوشمزه ولی طعمش ربطی به کیتکت نداره، به خود شکلات کیتکت نداره، ولی واقعا خوشمزه است. حالا نسبت به قیمتش میارزه نمیارزه؟ به نظر من نمیدونم واقعا، چون طعمش خوبه ولی قیمتش هم خیلی زیاده، ولی من میگم میارزه. حالا ممکنه شما نپسندید ولی بسندش هم خیلی خوشگله. من دیروز دارم صبر میکنم که اینو تست کنم. خب بچه ها این بود از این ویدیو. لایک و ساب و کامنت فراموشتون نشه که این خیلی گرون بود. تا ویدیو بعدی، خدافظ.